کسی میخواهد یا نمیخواهد، کسی اعتراف میکند یا نمیکند، یا انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بر رحمانوف پیروز می آید یا سلاله رحمانوف جاودانی می شود. اینم میخواهید بر همون معلماتان، بر همون پیشواهاتان، بر همون جنابان عالیتان، بر هر کسی خواهید برسانید. یگانه قوه، یگانه نیرو، یگانه امید آخرین مردم تاجیکستان این انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان است. ما کار نداریم به چند باد آورده، ما کار نداریم به بامجهای سیاسی که می روند زیر بینای یک سفارت، یک کنسولگری یا من نمیدانم یک کشور دیگر فریاد میکنند و داد میزنند. سود فایده در چه است؟ یگان نفر شما رو گوش کرد، به یگان نفر سخن شما معقول شد، شما خودتان به خودتان مثل چه است؟ همون یک متد دوست داشته جوان ها است، این نوعش خودریزایی، یعنی خودش را با دستانش قانع میکند. این عمل است. آزادی این معنی آن نداره که تو در زیر یک کانال بشایی و هر روز لغلق کنی که همه سخنهای دزدیده، همه بیانیه‌های دزدیده، همه شعارهای دزدیده، حتی پریچاسکی دزدیده. همین هدف شما از روحی استاد عمرعلی قوتوف چیه؟ شما را یگان کس نمیشناخت، شما رنگ یک ژورنالیست میشناختن، نه که شما گرفته پراکنده کردی خلقا. همین صابر ولی یک خواهینه، شما هم باشه قطعی خواهینا رفته است، یگان کس شما را باور نمیکنه، از قفای شما دیگه یگان کس گپ هم نمیزنه. فهمیدی؟ خب اوجه همه فهمید. شما اگر همین اول گپ میزدی همه شما به سوزک میموندن، حاضر همه شما در سرخک موندستان. برای شما اوجه ایدویر خلق برآمده. تو کی هستی؟ تو مرد باشی میگویی که کی هستی؟ تلفن میدی، من تلفنم برای تیم که بعد واخریم گپ زنیم. ای کنتی یکون که من کی دیدی که زیر گروه 24 گز من کشیدگم گروه 24 همراه تو گز من کشیدگم گروه 24 همراه تو گز من کشیدگم گروه 24 همراه تو من کشیدگم گروه 24 همراه تو. یک بار دیگر اگر به همینجا یک صدا میکنی از زیر زمین میابمتن، از زیر زمین. تو منو خوب نمیشناسی. یه دکسی مادرت گو پدر ازی پس خوده. یک بار دیگر اگر صدات هم میشنم پیزدیت، من از زیر زمین من پگه میرم تمام سپیسلوج رو به پا میخزنم میابمتن. تو پدر هستن. اما در دهه شما بگم شما پروتیفی گروه 24 زده استی، شما حبشا کو پروتیفی رحمانوف نمیزنه، شما پروتیفی گروه 24 زده استی. شما یگان کار که 20 روز شما یگان کار کردگی نیستی، یگان جا یگان کار کردگی نیستی. شما رو خدا میزنه انشالله. شما این 5-6 کشه انشالله گم میشه. ای خواهین ملت توجیک ببراجه قطیما گبزه، ای حبشی، ای حیوان، چی باید پروتیفی گروه 24 زده استی؟ چرا خدا خور ذلیل کنه؟ چی باید پروتیفی رحمانوف گب نمیزنی، پروتیفی دیگرش گب نمیزنی، پروتیفی گروه 24 گب زده استی؟ بانو مولا کو تو نگاه کتی جیلد میکنه کاری کردی، گروه ها گرفتی توجیکا را جدا کردی کو تیا بودی کو توجیکا را جدا کردی، تو خدا خور میکنه. تو یا پراداج نیست شکوره، تو گرفتی یا گروه 24 را گرفتی جدا کردی، تو یا پراداج نیست شکوره، تو آدم نیستی. تو اگر مرد میبودی، تو اگر برای اقلاب تاجیکستان، برای خلق تاجیکستان گپ میزدی، تو نمیگرفتی دو کانال جدا نمیکردی. تو یا نامردی، فهمیدی؟ تو نامرد آدم کی نمی، تو نامردی، تو یگان یگید نیستی، تو یک پتوخی. پاشو که نخوی بنش که پدرت میگن مادرت گو دکوسی مادرت گو دکوسی خواهرت گو تو کسی پدرت بده از زیر زمین مطور میبن مادر جانت گو. من ای گندون یبانی من در دهی تو میگم تو یابم، فهمیدی؟ پتوخ پدرت پرداج شکوره، تو یا میلاد فروشی گندون بله، تو توجیکو را جنگ دخته استی، گندون یبانی بله، تو یا کنته بله، فهمیدی؟
ما دادهانی تو میگم کنته حرام اچکار گیبانی ای مادرت گم تو مرد نیستی من دادا جان اتاوله تو کستی و چته گم و من مادری نسکی دریدی توی گم من مادری توی با خدا گویدنم نمیتونم من مادری کسچیرگین حرام داری در کسی اولادت گم پیدر رد بده مادر جانت گم و من حقاری توی گویدگی هم توی مادرت گم من توی نمیشتم تو کستی در کسی مادرت گم تو مرد نیستی زنت گم مادرت گم حیفی کیرم کیری من برای مادری تو نمیخیزد میفهمید مادر جانت گم در کسد گم پیدر رد بده تو با گب یاد میدی بگوشم مادرت گم من یا مامت گم یا بلد اتگی زنیم یا گم تازیر تو یک خوینی ملت فهمیدی کنته حرام بله تو فقط پروت گروهی 24 خویدستی گشته پروت گروهی 24 گپ زدی کنه تا قیس کرداشین در دهد میگم کنته